هر کی اینجا به مراد می آید. به این پندار که از 44 چشمه معجزه می خیزد. اینجا با کی بیاید فرزند طلب کردگی فرزنددار میشه. اگر شو نکردگی دخترها باشه اینجا با نیا آمده زیارت کنه صدق دلش بختش آمیشه. رابعه پاچاقل و میگوید حاصل شدن مراد را در خود تجربه کرده است. من دخترم اومده نیت کرده اومد منم فرزنددار شوم گفته بلوغ او با در آمده 7 سنگ گرفت همونه گرفته یک لطه بیله کرده موند شوکت فرزنددار شد. این گونه باورها روز 10 نیازمند را به 44 چشمه می آرند. شامیده بودم چند قش نیامدم اومدم تا زیارت کنیم یا اوبشه بگی بریم خونه پدر مادر روزای. 44 چشمه در بین ناحیه شهر توس و ناصر خسرو جایگیر است. مردم میگویند با دعای بابای قنبر پیری گلبان ها این چشمه ها از زمین جوش زدند. خداشون حضرت علی سیسش بوده یعنی اسما خدمتگارش بودگی. این طرفای ما مقصد جاری کردن دین اسلام تلقین دین اسلام تخمینا 13.5 عصر پیش آمده در همینجا یاردار شده زخمی شده بندگی کردگی میگن. وقتی که این کسو میبینیم بالاشکر جای ما که بسیار دین غیر اسلامی بسیار بودگی تخمینا 5 دین بودگی بسیار مبارزه میبرن یعنی قبول نمیکنن دین نوکتی این لشکر بسیار مبارزه میبرن پیش دریای کفریون نمیمونن این لشکر جنگ اهمی برد میکنن بسیار عذاب میکشن از جنگ نیو آتشنگی انویلوجی جماعتاً دعا میکنن پروردگار طلبی نجات. وقتی که پروردگار زارا و ناله میکنن سحر میخزن که امیون سنگ خاک خالی من آب تازه برآمده است. محققان میگویند این چشمه ها در عصرهای 3-4 پیدا شدند. 44 چشمه از 17 حوض که هر کدام از 2 تا 4 چشمه دارد عبارت است. هر یک چشمه ترکیب کامپوننت مینرالش ایدیش فرق دارد. هر یک چشمه نام دارد و نامی کنه ام جهت مینرالش یک کسلی با دوا حساب میشه. تخمینا 97-98% آب تازه. آنچه اینجا واقعا تسخیر کننده است در آبی مصفا شنا کردن ماهی هاست. وجود آنها در این حوضها حیرت آور است. بر طبق اعتقاد مردم شکار آنها گناه است. مقصدی نابود نشدن همین چیز مان میکنیم که این یک زبی همین آب است. مثال همین آدمای مهمانایی که آمدگی همین راحت میکنن. سیاحان زیادی از ایران، افغانستان، پاکستان به این زیارتگاه می آیند. گاها آب آن را به کشورهای همسایه سوغاتی می برند. برای من آیلم و نقش شوه برای چشم نیت آن آتم سلامتی شمدگی. حالا مقامات می خواهند به 44 چشمه سیاحان بیشتر بیایند. بانک جهانی برای بازسازی آن کمک می کند. هنوز مبلغ ترمیم و تعمیر آن را حساب نکردند. معرفی کرده تونستن 44 چشمه که اهم خاطر دنیا ما با سیاحان بیان. حالا که صحبت ها سری مبلغ بازسازی 44 چشمه ادامه دارد، جفت های به هر یک گوشه آن برای دعا می نشینند تا مراد دلشان حاصل شود.